غمی همی کودکورم فرزندها رو میبرم میپرتویم. اینه یک تا باشد دو تا باشد 4 تا هم تری ما نون نمیمیم وای تو ملنگاده. ба идораи сомонаи оила як сокини деҳаи сари чашмаи ноҳияи шамсини шоҳин файзуф ойбек муроҷиат намуда хоҳиш намуданд ки як маротиба аз ҳолу зиндагии эшон аз наздик бохабар гардем. ба хонае ки мо қадам гузоштем бӯи ғаму андӯҳ ба машомамон расид. дар кунҷи хона 4 маъюби бенаво ки яке аз пои равон дигаре аз забони гӯё маҳрум буда дутои дигар модарзод чӯлоқанд. ин кӯдакони маъсум зиёд мехоҳанд ки пои равон дошта бошанду хизмати бобову бибии пирашонро ба ҷо оранд, аммо тақдир онҳоро аз пои равон маҳрум намудааст. шӯълаи умед дар қалбашон фурӯзон гашт ва ба барномаи умеди охирин муроҷиат намуданд. биёед якҷоя аз дарди эшон бохабар мегардем. من نظیرова میگم مادر 5 فرزند هستم. غمی همی کودکورم اینها را سراندن نمیتونم. پدرشون کار میکنه تمردن شرایط خوراندن ندارم پوشاندن ندارم. اینا یک چی ویرانه در زندگی میکنم. شاونیم شاید اخون چپر شوه بالا مونده میخونه. 4 تا معیوب دارم. شبها فرزندهم خواب نیستن بیدار. ترسیده دم خونه چی ویرانه زندگی کردیسی. آسان نیست برای یک مادر که 4 فرزند معیوبه نگاه بین کنه. دیلم نمیشود اینها را به صاحب خانه پرستگارا بپرتویم. من مادرم خیلی این فرزندها رو میبرم میپرتویم. در یک خونه 4 اوله زندگی میکنیم. 15 نفریم. امی جغ و اورا و چی شرایط نیست. این دخترچم نامش سمیه 6 ساله است. گپ نمیزند. نه بچم پشت از قیمو معیب است. میلنگد. سوز را گشته نمیتونه. خیوش در کلسکای ایجوش نمیتونه چکده. این ایشم هم خلاصیم که 7 میخونه دخترم. ایشم هم تری معیب است. خسرخش تومنم کسل بیمار. اشکی بابا و گریه های جانگدازی مادر دلی سنگ خوارو را آب میگرداند. چرا فرزندانی همه پای روان و زبان گویا دارند و 4 فرزندی من از این نعمتی تو بینصیبند. نوحه میکشد مادر سوی سما. من نبیرم فریدون جون یا همین قدر نمیبرم بل نیستو این سوسو میبرم. مثلا من سود طلب میکنن. من شمیر من نگاه میکنم. اینه یک تا باشد دو تا باشد 4 تا هم تری. من را چیکارشون میکنم؟ همین تولدشون تریه. میدکشون من مثال عذاب کشتم من را کلون کردم. میرم میزنم داری بل نیستم میرم او داری بل نیستم میرم. مرا مثال کی دستگیری میکنه کی یک یاردم میته. میرم میگن سوم بتین. وقت سوم ایکشو بیوم بتم. مرا اینمی ولیتی به پا بده سوم میگیرن. عذاب ای مزگره. ما اینمی در امی خونه نه 4 اوله زندگی میکنیم. ایش قطعی 4 گودکش ایش قطعی 5 گودکش. دخترم قای گودکاش اومدگی بالا مونده. این اخرم قطعی مردکم بچم صنف 11 نمی خونه در زندگی میکنیم. نفقه ایرم ما 3 سالگیش توغری کردم و شاید 5 سالگیش توغری کردم یا شاید توغری نکردم زورم نرسید. گفتم میرم سومو میگن. اینجا میرم سومو میگن اونجا میرم سومو میگن. که شما میرم نفقه را توغری میکنم. نفقه شون توغری میکنم. جماعت ده من اینا میرم میگم جماعت پروا هم ندارم. مرا جماعت از میدونه که در خونه ما چند ولته نمیدونه چند ولته در خونه ما. چند بار قصد کردم که میخوام میرم با سر رئیس جماعت تا چی میکنم مردک نبوندکم. یک سو غمی در بدری یک سو غمی گوشنگی این مادر خور و ذلیل رو بر محل پیر گردانیده است. بابا و بیبی دیگر مداری ندارند که این طفلکان معصوم را خورانند و یا توبت نمایند. برای گرفتن زمین و یا کمک پولی به حکومت ناحیه و جماعت نیز مراجعت کرده باشند هم ولی کسی به امدادشان نرسید. من مادرم که یارا برم پرتم. من چه خیلی دلم میشوه یارا من برم میپرتم. اما را تایف میگنم قطعی هم میشنم یک جای چی باشه کل بر بیرون بشه قطعی هم کودکان زندگی کنم خدا. خیلی من فایز پایبک زفارویچ بابای همین این بلا
ما همیشه میبینم دیگر نو خودم نمیاد حالی همیشه میبینیم دیگر همی ایدر میبرم بعد وقت میرم میگم همی نونی همی گفتگی مرا همیان بخورن همی یک آدم شمان خنگ نمیشود چون با هموده نگاه نکرده با خلمون سیرین گرفته با همی را دست را دیسپون میکنیم و با خیلی ما تسلیم میتونیم که با همی را بابا گریه نکه زیغ نکه آدم و ما گفتم بخواه باشم ما زیغ نشم کی زیغ میشم آخی خیلی همی ببینیم که شما همی نون خوردن میگیری آخی با شما نون خوردن میگیری نون میگن ما نون نمیم بعد ما چکل همی زینه کنیم چکلیم ما هم که گب دارم دیگه ایده دو گب دارم میتونم برای که خیلی همی بالنسا گفتیم ماماش که نه بالنسا بردیم خب من ایره بوچ کنه تونم یک بار با جماعت بوچ کنه بردم همون نماینده گفت که ای تاقا چی بوردی را برای یک همی ماشینچه خیلی همی رئیس جماعت درک نداره که یعنی خونه بودن همیشه 4 تا اینوالید دارم درک هم نداره بالنسا میبری سوم میگه اینا گفتیم هم 3 تا توری 2 تا توری کردیم ما 2 تا زور ما نرسید که ما میره توری کنیم یک مثال یک دستم بگیریم برای دور پولی قوت نداریم که ما برم یکون مثال کار کنم سوم بیامم یا را زندگیش پیش برم یک خانه دا 15 نفر زندگی میکنیم یا زورمان هم قدر رسیدیم هم قدر چی کردیم مثال نمیرسه مثال میگیریم پول نمیرسه یک چیز نمیرسه که یعنی نامی را یک سوز کنیم یعنی روزمانه بگذارونیم در خانه 4 تا همی اینوالیده ای را میبینم با یک بار میبرم با یک بار زنده میشم چو کنم خواهی کجا برم من نمیدانم آخه با بالنسا بردیم دکترها گفت که با جراحی تیار شد قیمو جراحی میکنیم ما مبلغ نداشتیم که همیشه جراحی کنیم در بالنسا گریون و نولون گرفتیم پسرمون اومدیم بخونه ما از دست به پولی تو همین امروز نمیتونیم این گودکورا با بالنسا بریم با توبت بریم نمی خونه دا روی همون را گرفته شتیم قطعی همیو من فیضا فرزانه صنف 7 در مکتب رقم 3 میخونم. مرا در مکتب هم صنفانم مسخره میکنن که پای تو میلنگد. من میخوام کلان شوم دکتر شوم و با برادرم و خلق و وطن کمک خود را برسانم. خواهش میکنیم که امیورا یک قلبه بتانه بقیمه گودکاشون برای زندگی کنن چون تنج که اکثرمون یک باره سر مسافیدم سرشون ویرون عصبمون خراب هر روز اورا جنگ نمیشه و بگیرن اما یک قلبه چشم بتان برای خودش زندگی کنن را شبیه و قطعی همی گودکاکاش زندگیش پیش بره همی کتاکا یک آرزو دارم خواهی به یک خونه شمو بیمینت همی زندگی کنیم خواهش میکنم که همین علی علاج باشه یک کمک خود رو برسونیم بابا نیمونالی رو یادم کند ما خواهش داریم که ای جناب عالی مثال همین ما کمک خودش برسونه من از شما هم خواهش دارم که مرا یک جای بامی بالنسا نزدیک یک جو مکان بتین که من قدم فرزندم خوش و آرامانه زندگی کنم. در این خانه که به نظر ویرانه و حتی بام و فرش ندارد 4 عائله و جمع 15 نفر اون به سر میبرند. پدر و مادر این کودکان مظلوم عائله کم بضاعت بوده نمیتوانند سری وقت کودکان خود را به بیمارخانه و یا به یگان جای دیگر برده طبابت نمایند. و ما باوری کامل داریم که تشکیلات و جمعیت‌های مربوطه شخصانی خیرخواه و عموما افرادی که در روی حق میخواهند کمک کنند نسبت این عائله کم بضاعت بی‌طرف نخواهند بود.